بالا و پایین داره زندگی. بهترین کار اینه که بتونم شکرگزار باشم در تمام لحظه ها. روزای خوب و شکرگزارم، روزای بد هم شکرگزار باشم. چون من به عنوان آدمی که در حال رشده میدونم که دردها باعث رشد من میشن. محدودیتی که امروز توش هستم، زنجیرهایی که امروز به من وصله، داره منو برای روزی، برای هدفی آماده میکنه. وقتی من در مسیر درست قرار گرفتم، این سختی ها به یک برکت در زندگی من تبدیل میشه. اونایی که سختی ها آگاهشون نمیکنه، هر روز سختی های بیشتری میبینن. وقتی آگاهانه به سختی هم نگاه میکنم، میدونم که این درد، این سختی قرار منو برای چیزی، برای کاری آماده کنه. انقدر به من فشار میاره که یک ترسی در من شکسته بشه و چیزی درون ذهنم باز بشه که من بتونم بهترین خودم باشم، اتفاقات عالی رو رقم بزنم و بهترین زندگی رو برای خودم بسازم. پس بهترین کار اینه که بتونم همیشه و در هر لحظه شکرگزار باشم.